با عرض سلام خدمت همه مردم عزیز. ببینید بخاریا 90% ماشینایی که بعد از چند سال کار کرد بخارشو گرم میکنه همش مال کثیفیه که بعد از چند سال آب معمولی میریزیم باعث کثیفی میشه. اولین کاری که ما میکنیم حتی همون رانه وقتی ماشین تو دیدید گرم نمیکنه این دو تا لوله رو نگاه کنه، یکی رفت یکی برگشت. اگه یکیش داغ بود یکی سر بود پس معلومه که رادیاتور شما دو تا از این لوله ها چیپ هست، اینا چیپ میشن. نگاه با این آشغالی که اینجوری داره، نگاه این نمونه آشغالشه که توی موتور وجود داره. بازش کنید با یه فنره که برق‌ها اینا رو بذارید چند بار بزنید با آب گرم قشنگ آب بریزید باز میشه و نیازی نداره که حتی به تعمیرگاه هم برید. اگه این دو تا شلن گرم بود که مشکلی از این نی، ولی اکثرا مشکل از همینه، رفت برگشت. اینا بعد از مدتی به خاطر آب کثیفی و اینا خراب میشه. 99% مشکل بخاری ها از همینا. فقط دست به لوله را بذارید مشخص میشه. رفت برگشت معمولا وقتی چیپ باشه یکیش داغه یکیش سرده یا کلا نیم داغه، یعنی کم آب رد میکنه، یعنی یکیش کامل داغه یکی دست میذاری میبینی خیلی کم داغه. 99% مشکلش از همینه. ممنون.